بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما سازم برادر عزیز، ما خیلی شما را انتظار کردیم. از شما پیش از همه عذر میخواهم، عذر بیادت. امیدوارم این عذر ما را قبول میکنید. بفرمایید. الو گوش میکنم شما را. بفرمایید. آواز اومد؟ هست صدایتان. بفرمایید. شده 4 minut من شما اجازه کردم که شما قدمه گپ زنید. بله، تشکر به شما برادر عزیز. اینجا به من کارمندان تکنیکی هم رساندن که شما 44 دقیقه ما را انتظار بودید. پیش از همه شما معذرت میخواهم برادر عزیز. احمد اکش فقط ما امیگرا گفتنیم که امید شما حاضر موضوع تمام دارین. اولا موضوع شما منطقاً، بعد علماً، از جهت زبانی خطا است. مثلا شما مونده که نام موضوع شما میخواهید که این موضوع خنده‌آور یک بار دادم مینت دوست با صاحب گاوا. خیلی موضوع مونده شما. بله. همین موضوع شما همین موضوع یک موضوع خنده‌آور است. بله. اگر یک آدمی مثال فرهنگی بدون گوش کن دامش گوش کن. اگر مثال یگون موضوع یگون آدم فرهنگی بنا یا که یگون آدمی که زبان ملی تاجیکی را زبان ملی که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همواره دستگیری می‌یابد، اگر بنا خندش میگیره با موضوع شما و در موضوع شما من اصلا چهره شما را دیدم. من شما گفتم که اگر شما کمک کنم خیلی آدمایی که سال آدم هم میخندونم. بعد دیگه موضوعی که شما گفتن که رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم جناب یولی نوای رحمان در قانون دستنگار گفت الو چاپلوس محترم دوری بد نره. گوش کردین؟ بله گوش کردین. برادر که از واتساپ زنگ زده شده یک دقیقه خواهش میکنم. نفرانی که از استودیو گپ زده شدید خواهش میکنم ما حرف دیگران را گوش کردن را یاد گیریم. تحمل نظر دیگر را داشته باشیم. خواهش میکنم. برنده برنامه گوش کرده ایستاده است. شما خواهش میکنم گوش کنید. شاید درست میگوید، شاید ما خطا کردیم، باید اصلاح شویم اگر اون درست باشد. بفرمایید. بعد من گپ زنم. بعد مسئله زمینی که شما گفتین که زمینی تاجیکستان در این خلوقه، مثلا در ناحیه وسط در یک حاصل در یک زمین 3 حاصل میگیرن در یک موسم. 3 حاصل. شما فکر کردین؟ الو یا میزنیم. بفرمایید. 3 حاصل میگیرن در یک موسم 3 حاصل. انا شما میره تصور کنید در حدود جمهوری تاجیکستان هم زمین های هستن که 3 حاصل میتونن. شما اینجا چی میگین؟ درست. بعد اموری که از طرف گاوزانو اکه شوکت حالا شما از کجا زنگ زده شدید برادری که از واسه هستید؟ الو برادری که از واتساپ زنگ زده شما از کجا حاضر زنگ زده شدید؟ از کجا؟ الو در کجا؟ ما حاضر فدراسیون روسیه زنگ زده. از فدراسیون روسیه در یک سال 3 مراتب حاصل میداده باشه، شما در روسیه چه علف میخرید؟ شما این مسئله را جوش نمونید. این مسئله مهاجرت مسئله مهاجرت جوش نمونید. مسئله موضوعی که بیان در موضوع اساسی گپ مسئله موضوع اساسی موضوع مهاجرت ای برادر. در روسیه چه علف میخرید؟ آخه اکا شما میگون موضوع مهاجرت آزمونین در روسیه ما چکو میکنن نمیکنین شمونین. تمام برادر. یک دقیقه شما اثبات کنین که اگر شما در ناحیه واسه شرایطی در یک سال 3 مراتب حاصل گرفتن داشته باشید چرا روسیه رفتید؟
روسیه مثلا ما یک چی میگم که حدود جمهوری تاجیکستان یک کشور خرد است، یک کشور خوب. من خودم درباره خودم شخصا گپ میزنم، شما برای که مرا شخصا سوال دادید. یک حدودی معین داره، مثال میشه موقع زمین داره، ما همه چی داره، نه که من خواستم که همین تجارت خدمت روش بتم برای همین فدراسیون روسیه رفتگیم. کدام تجارت مشغول هستید؟ اگر مخفی نباشد به کدام تجارت مشغول هستید؟ اگه جواب گرفته بین ما شما درباره شخصا شما اگه بپرسیدیم که شما کیان چی نپرسیدیم، شما تا اگه بیا موضوع دیم ان موضوع مالش برادر اساسی را گفتم. من پرسید ما جواب میتم، یا مشکل نداره. مالش گپ زنید برادر. گپتون کنید. گوش کنید. بعد وقتی که در روبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از منبر در بین مثال 1000 آدم 2000 آدم برآمد میکنه، او روبر دولت همه چیزا اولا تحقیق میکنه، تحلیل میکنه، همه امیره دیده بعد گپ میزنه. بسیار خوب. فکرتون همین است. شما واری که موضوع را دیده اومده هوایی گپ نمیشوه. بسیار خوب برادر عزیز. فکرتون قبول. بگذار تمام برادر عزیز. یعنی فکر شما، باور شما این است که ببینید برادر عزیز، باور شما این است که رئیس جمهور آن را خوانده است، دیده است، تحلیل کرده است، دانسته است، بعد گپ زده است. دقیق. تشکر به شما. حالا برادر عزیز، حالا ما رنگ شما نگفتیم، ما گفتیم که به پرزیدنت دیگران متن را آوردن، یک بار خوانده ندیده است، وقتش هم شاید نشده باشد، همون ورق را خواند گذشت. حالا شما گفته ایستادید که پرزیدنت اون ورق را خودش خوانده است، تحلیل کرده است، برآمده است، همه جهتش را دیده، برآمده، خوانده است. شما با همین گپتون پرزیدنت را ابله گفته ایستادید. میفهمید؟ دیگر ابلهان آن گزارش را آماده نکرده اند و پرزیدنت نخوانده است، بلکه خودش تحلیل کرده برآمده است و این رقم های دروغ را خودش ساخته است. یعنی ابله رقم 1 خودش است. بله، ما این را گفتنی هستیم که در اطراف پرزیدنت نفرانی هستند که او رقم ها را می نویسند، از دروغ و پرزیدنت میتوانند بخواند. یعنی میخواهند که رئیس جمهور یک کشور را در نزد مردمش و جهانیان ابله نشان بدهند. ما این را گفتنی هستیم. شما باشید خود رئیس جمهور را همین غیر مستقیما ابله گفته ایستادید. این بسیار بد است برادر عزیز که اگر یک رئیس جمهور همه او نوشته ها را دیده باشد، دانسته باشد، حساب کرده باشد، کتاب کرده باشد، بعد خوانده باشد، بسیار بد است. از این میبراید که تماما این پرزیدنت با ودوان گدگان دگدان تمام یگان چیز کلش نمیقپد. شما بسیار حرف بد گفته ایستادید برادر. حالا هم ما انصاف کردیم، گفتیم که این گپ دیگه رو نوشته دادگی پرزیدنت یک بار اقلا نخونده خوندگی، همین قدر از پرزیدنت ما عیب تراشته ایستادیم و گفته ایستادیم که دیگران میخواهند از پرزیدنت کودن تراشند، یک نفری ابله نشان دهند.